سلام، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از سری آموزش‌های شبکه. اگه تا حالا براتون سوال شده که تفاوت روتر و سوئیچ چیه، حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. من بوریایی هستم و با همکارم آقای ارسلان پور امروز در خدمت شما هستیم. خب حالا بیایید از سوئیچ شروع کنیم. سوئیچ شبکه دستگاهیه که به شما اجازه میده توی یک شبکه محلی لن دستگاه‌هاتون رو به هم متصل کنید. مثلا فرض کنید که توی شرکتتون یا توی خونه‌تون می‌خواید چند تا کامپیوتر، پرینتر یا دستگاه دیگر رو به هم متصل کنید. برای این کار از سوئیچ شبکه استفاده می‌کنید. یکی از ویژگی‌های سوئیچ اینه که اطلاعات رو به صورت هوشمندانه ارسال می‌کنه. مثلا فرض کنید یک دستگاهی اطلاعات رو می‌فرسته، سوئیچ می‌دونه که دقیقاً به کدوم دستگاه باید تحویلش بده بدون اینکه دستگاه‌های دیگه توی شبکه مشغول بشه. حالا نوبت به روتر میرسه. روتر یکی از دستگاه‌های مهم شبکه است. برخلاف سوئیچ که دستگاه‌های داخلی یک شبکه محلی رو به هم متصل می‌کنه، وظیفه اصلی روتر متصل کردن شبکه‌های مختلف به هم دیگه است. به عنوان مثال وقتی شما به اینترنت متصل میشید، روتر نقش پل ارتباطی بین شبکه داخلی شما و شبکه اینترنتی رو ایفا می‌کنه. روترها علاوه بر اتصال شبکه‌های مختلف به هم دیگه، وظیفه مدیریت ترافیک بین آنها را بر عهده دارند. روترها آدرس‌های IP رو مدیریت می‌کنن و مشخص می‌کنن که داده‌ها به کجا بره. به عنوان مثال وقتی شما به اینترنت وصل میشید و یک صفحه وب رو باز می‌کنید، روترها داده‌های کامپیوتر شما را به سرور وب می‌فرستند و برعکس. خب حالا که با هر دو تا دستگاه آشنا شدیم، حالا بریم راجع به تفاوت سوئیچ و روتر با هم دیگه صحبت کنیم. سوئیچ در لایه 2 مدل OSI قرار داره و روتر در لایه 3 مدل OSI قرار داره و با IP سر کار. سوئیچ با آدرس مک دستگاه ها سر و کار داره، اما روتر با IP کار میکنه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که کجا باید از روتر استفاده کنیم و کجا از سوئیچ. اگر فقط احتیاج دارید که دستگاه‌های داخل یک شبکه محلی مثل کامپیوترها، پرینترها و سرورهاتون رو به هم دیگه متصل کنید، یک سوئیچ برای شما کافیه. اما اگر نیاز دارید که شبکه محلی خودتون رو به اینترنت یا شبکه‌های مختلف دیگر وصل کنید، شما به یک روتر نیاز دارید. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده حتما کانال ما رو دنبال کنید و ویدیو رو لایک کنید. همچنین اگر سوالی داشتید یا موضوعی که دوست داشتید درباره‌اش صحبت کنیم تو کامنت‌ها بهمون بگید.